کلاژن حدود 24 تا 25% از پروتئین‌های بدن رو تشکیل میده که بخش اعظم اون حدود 70% تو پوست قرار داره. البته سایر قسمت‌های بدن مثل استخوان و غضروف و تاندونا و عروق خونی و قرنیه و دندون و عضله، دیسکای بین مهره‌ای، بافت همبند، مو، ناخن و قشای پایه و حتی بافت چربی هم دارای کلاژن هستند. سوای اینا بافت‌های دیگه مثل اندومتر رحم، کلیه ریه‌ها، کبد، طحال، مایع زجاجی چشم، غلاف اعصاب، مغز، استخوان، بافت همبند اطراف اعصاب و بقیه بافت‌ها مثل کپسول‌های کلیه و کبد که توی اطراف ارگان‌ها هستن، پرده سفاق و پرده جنب و حتی پرده‌های قلب هم حاوی کلاژن هستن. پس کلاژن فقط توی پوست وجود نداره. دکتر محمد رادفر هستم، دکترای عمومی داروسازی و متخصص تغذیه و رژیم درمانی. توی این ویدیو میخوایم در رابطه با کلاژن، مکمل کلاژن و تصمیم برای مصرف یا عدم مصرف اون یه سری اطلاعات بدیم که باعث میشه که افراد تصمیم بگیرن که آیا این مکمل مفیدی برای مصرف هست یا نه. باعث افتخاره که شما دوستان گرامی کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و اگه مفید بود با دوستان و اطرافیانتون به اشتراک بذارید. میدونیم که پروتئین ها از اسیدهای آمینه ساخته میشن. اسیدهای آمینه اصلی سازنده کلاژن پرولین و گلایسین و هیدروکسی پرولین و مقداری هم توی انواع کلاژن آلانین وجود داره که با پیوندهای پپتیدی به هم متصل شدن و سه زنجیره پلی‌پپتیدی میسازن که این سه زنجیره پلی‌پپتیدی با هم وقتی دور هم میپیچن ساختار مارپیچی کلاژن رو که یه ساختار سه‌گانه است تولید میکنن. در کنار این سه تا آمینو اسیدهای دیگه مثل آرژینین و لایزین هم وجود دارن که تشکیل پیوندهای عرضی که کراس لینک های بین مولکول‌های کلاژن هستن رو ایجاد میکنن که باعث استحکام بیشتر ساختار کلاژن میشه. بدن ما همچنین برای ساختن این مارپیچ سه‌گانه کلاژن به مقدار مناسب ویتامین C و روی و مس و منگنز هم نیاز داره. خب حالا کار کلاژن تو پوست چیه؟ کلاژن یکی از پروتئین‌های اصلی پوسته که با تقویت ساختار داخلی سلول‌ها به حفظ رطوبت پوست کمک میکنه. این پروتئین تقریبا از طریق تحریک تولید هیالورونیک اسید و تقویت کراتینوسیت‌ها باعث کاهش از دست دادن آب پوست میشه. در نتیجه باعث میشه که حالت الاستیسیته و ارتجاعی پوست حفظ بشه و کاهش اون توی پوست باعث میشه که پوست دچار شلی و افتادگی بشه و چین و چروک‌های پوستی ایجاد بشه و پیری زودرس بشه. حالا سوال اصلی اینه که آیا مکمل کلاژن خوردن تأثیری داره یا نه؟ وقتی هر پروتئینی از جمله پروتئین گوشت، مرغ، تخم مرغ و مکمل کلاژن حتی وقتی خورده میشه، هضم اون توسط دستگاه گوارش شروع میشه. ابتدا توی معده آنزیمی به اسم پپسین که توسط سلولهای دیواره معده ترشح میشه، پروتئین‌ها رو به پلی‌پپتیدهای کوچکتر تجزیه میکنه. بعد این مواد تو دستگاه گوارش حرکت میکنن میرسن به روده. حالا تو روده آنزیم‌های پانکراس شامل تریپسین، کموتریپسین، کربوکسی پپتیداز و الاستاز به تجزیه بیشتر این پلی‌پپتیدها به پپتیدهای کوچکتر و آمینو اسیدهای آزاد و تکی کمک میکنن. آنزیم‌های دیواره روده مثل آمین پپتیدازا و دی پپتیدازا هم که پپتیدهای کوچکتر رو به آمینو اسیدهای منفرد تبدیل میکنن، یعنی منظور همون آمینو اسیدهای تکی هستش، تو این روند تاثیر دارن. آمینو اسیدهای آزاد از طریق انتقال دهنده‌های خاصی که توی دیواره روده هستن وارد خون میشن و بعد از اینکه به خون وارد شدن این آمینو اسیدها به استخر آمینو اسیدی بدن اضافه میشن و آمینو اسیدها که توی این استخر هستن شامل تمامی آمینو اسیدهای آزادی هستن که طی فرآیند هضم و جذب از مواد غذایی وارد در واقع این استخر آمینو اسیدی شدن. خب توی فرآیندهای مختلفی از این آمینو اسیدها به عنوان پروتئین استفاده میشه. ممکنه این پروتئین‌هایی باشن که در بدن نقش ساختاری دارن، ممکنه تبدیل بشن به آنزیم‌ها یا هورمون‌ها یا انتقال دهنده‌های عصبی یا بافت‌های عضلانی، تبدیل بشن به ماتریکس استخوان، حتی کلاژنی که میاد وارد پوست میشه، آنتیبادی‌ها، پروتئین‌های غشای سلولی و حتی هموگلوبینی که توی خون وجود داره یا آلبومینایی که توی خون در حال گردش هستن یا پروتئین‌های گیرنده سلولی و انواع مختلفی از پروتئین‌ها که توی سیستم ایمنی بدن وجود دارن و حتی پروتئین‌های ساختاری دیگه و در کنار اون توی تمام بافت‌های بدن این پروتئین‌ها ممکنه پخش بشن.
حالا بدن بر اساس نیازهاش میاد با استفاده از اطلاعات ژنتیکی که توی بدن هستش آمینو اسیدها رو از استخر آمینو اسیدی برداشت میکنه و میبره توی ریبوزوم ها که کارخونه های کوچیک پروتئین سازی داخل سلول ها هستن که این پروتئین های جدید رو توسط این ریبوزوم ها میسازه. خب پس تا اینجا فهمیدیم که پروتئین کلاژن بعد از مصرف نمیتونه به صورت همون شکل کلاژن اولیه و دست نخورده جذب بشه، بلکه شکسته میشه به آمینو اسیدهای آزاد و در واقع بعضی مقالات اشاره میکنن که پروتئین های که به شکل واحدهای دیپپتیدی هم هستن جذب میشن، یعنی دیپپتیدها یعنی دو تا دونه آمینو اسید نهایتا توسط یک سری انتقال دهنده از روده میتونن جذب بشن، اما عمده جذب پروتئین ها و حتی کلاژن بعد از هضم در دستگاه گوارش به شکل آمینو اسیدهای آزاد و تکی هستش. حالا نکته مهم اینجاست که چقدر احتمال داره که از اون واحدهای تکی جذب شده که اون سه تا آمینو اسید گلایسین و پرولین هیدروکسی پرولین بودن دوباره همون کلاژنی که ما میخوایم ساخته بشه و تبدیل به پروتئین‌های دیگه نشه، مثل حالا پروتئین‌های مثل هورمون‌ها، آنزیم‌ها، عضلات، ماتریک استخوان و غیره که مثال زدیم. و حالا اینکه حالا فرض مثال که این کلاژن تولید شد توی بدن ما از همون سه تا آمینو اسید، چقدر احتمال داره که این کلاژن به پوست برسه به جای اینکه این کلاژن بره توی بقیه اندام‌هایی که برای بدن ضروری تره و اونجا احساس نیاز بیشتری بهش میشه، مثل استخوان و غضروف و تاندون و اون قسمتایی که گفتیم قرنیه و دندان و عضله و دیسکای بین مهری و اینا، چقدر احتمال داره که وارد اونا بشه، چقدر احتمال داره که وارد پوست بشه. پس با خوردن کلاژن ما فقط اون آمینو اسیدهایی که تو ساختار کلاژن قرار دارن رو به مقدار بیشتری در دسترس بدن قرار میدیم، نه خود کلاژن رو، چون تجزیه میشه دوباره تبدیل میشه به اون اسید آمینوهای سازنده. سوال اینه که آیا راه ارزونتر و راحتتری برای فراهم کردن این اسیدهای آمینوی موجود تو ساختار کلاژن برای بدن وجود نداره؟ یعنی ما حتما باید بریم مکمل کلاژن گران قیمت بخریم که بتونیم این اسید آمینوهای سازنده کلاژن رو برای بدن تامین کنیم؟ جواب اینه که بله وجود داره. ما میتونیم با مصرف مواد غذایی حاوی پروتئین ها مثل انواع گوشت ها، مرغ ها، ماهی، میگو، تخم مرغ، شیر و لبنیات و حبوبات و حتی مکمل های پروتئین وی اسید آمینه های تشکیل دهنده کلاژن رو به مقدار کافی در دسترس بدن قرار بدیم و اون وقت بدن تصمیم میگیره که از این آمینو اسیدها آیا کلاژن رو مجددا بسازه یا پروتئین های دیگر رو بسازه یا اینکه کلاژنی بسازه که در جای غیر از پوست به مصرف بدن برسه. اما با تمام این صحبت ها این یعنی به این معنی هستش که مصرف کلاژن دیگه هیچ اثر مثبتی نداره؟ اینجا باید اشاره کنیم که تحقیقات و مطالعاتی که وجود دارن نشون میدن که مصرف کلاژن باعث بهبود کیفیت پوست در افرادی میشه که کلاژن رو مصرف میکنن. خب بر اساس مطالعات مختلف چیزی حدود 7 تا 12% بهبود شاخصهای کیفیت پوست رو نشون میدن. یعنی که کسایی که کلاژن رو مصرف کردن قطعاً بدون اثر مفید هم نبوده و اثرات مثبتی روی بدن داشته، ولی متاسفانه از اونجایی که مطالعاتی که روی کلاژن انجام میشه اکثرا روی افراد جوانی هستن که معمولا بدن خودشون همچنان کلاژن سازیش فعاله و ما نمیتونیم ربطش بدیم مستقیم به اون کلاژنی که مصرف کردن، چون بدن خودش هم داره تلاش میکنه که کلاژن رو برای پوست فراهم کنه. همچنین تعداد نمونه های افرادی که تو این مطالعه شرکت کردن خیلی کم بوده و جامعه آماری بزرگی ندارن و اینکه مهمتر از همه بیشتر اسپانسرهایی که این مطالعات رو در واقع انجام دادن شرکت های تولید کننده خود کلاژن بودن و به خاطر کمبود اطلاعات آماری یا طراحی ضعیف تو آنالیز نهایی نمیتونیم به صورت دقیق بگیم که آیا مصرف کلاژن خوراکی اثر زیادی روی بهبود کیفیت پوست داره یا نه. ولی برای افرادی که تمکن مالی دارن و هزینه کردن برای مکمل‌ها اصلا واسهشون مهم نیست، میشه توصیه کرد که کلاژن رو توی برنامه غذاییشون داشته باشن، کنار مواد غذایی که مصرف میکنن این مکمل هم مصرف کنن. چرا؟ چون این مکمل بی خطره و اگه مصرف بشه مقداری آمینو اسید رو برای بدن فراهم میکنه و با امید به اینکه اثر بخش باشه شاید اثرات مثبتی روی بدن هم داشته باشه. در غیر این صورت اون آمینو اسیدهایی که از کلاژن برای بدن تامین میشه در جاهای دیگه و برای ساخت پروتئین‌های دیگه استفاده میشه که این بد هم نیست. حالا بر اساس یه مطالعه متاآنالیزی که تو سال 2023 انجام شده، مصرف کلاژن هیدرولیز شده به طور معناداری باعث افزایش آبرسانی پوست و حالت ارتجاعی پوست شده. تاثیر این مکمل‌ها به نوع منبع کلاژن هم بستگی داره دیگه، که اینکه این کلاژن رو از کدوم منبع بگیرن، از ماهی میگیرن، از مرغ میگیرن یا از خوک میگیرن. و همچنین مدت زمان مصرف هم خیلی مهمه که بهترین نتایج
تو دوره‌های مصرف بیشتر از 8 هفته مشاهده شدن که نشون میده مصرف کلاژن تو طولانی مدت نتایج بهتری نسبت به مصرف کوتاه مدتش داره. البته کلاژن‌های استخراج شده از ماهی به دلیل ترکیبات خاص آمینو اسیدی که دارن بهترین نتیجه رو توی آبرسانی روی پوست داشتن. پس نتیجه گیری کلی به این صورت هستش که مکمل کلاژن خطری برای مصرف نداره و افرادی که هزینه کردن برای مکمل ها براشون مهم نیست میتونن این مکمل رو برای بهبود پوست و بهبود کیفیت ساختاری پوست استفاده کنن. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و در صورت مفید بودن لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید.